همان گونه که نباید نمازم قضا شود، نباید نماز بامداد را دیر کنم، نباید من نمازها را در وقت رمضان تأخیر کنم میگفتیم، در غیر رمضان هم باید همین گونه باشه. همان پروردگاری که در رمضان نمازهای شما را حساب کتاب میکند، همان پروردگاری که میگوید و اقیموا الصلاة لذکری، نماز را به خاطر من، به یاد من برپای دارید، در غیر رمضان هم به هر یک نماز شما پاداش میدهد و به ترک آن به شما جزا و گناه نوشته می شود. چیزی دیگر نماز تهجد یا تراویح در رمضان است. الحمدلله اکثریت ما نماز تراویح و نماز شب یا تهجد را در رمضان ترک نکردیم و تمام کوششمون را کردیم، ولی نفرانی هستند که فقط نماز نافله آنها بعد از خفتن یا نماز شب و تهجد آنها فقط در رمضان است. رمضان که گذشت آنها تقریبا برای تهجد ساعت 3 شب و 2 شب و 4 شب اصلا بیدار نمی شوند. گویا که تهجد فقط در رمضان باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی در رمضان چی در غیر رمضان تهجد را ترک نکرده بودند که از سنت های مؤکده است. و سبحان الله حدیث در ترمذی است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم، شما پایبند قیام اللیل یعنی نماز شب باشید، نمازی که بعد از خفتن نصفه های شب خوانده می شود تا وقتی بامداد وقت دارد، کمترینش 2 رکعت هست، زیادترینش چقدر خواهید می خوانید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه دور و دراز 8 رکعت می خواندند. پیامبر میگن این نماز شب را بخوانید، فانه دأب الصالحین قبلکم، و این یک خصلت سنت انسان های صالح پیش از شما بوده است. انسان های صالح همیشه با همین نماز بودند و در دوامش میگن قربت الی الله تعالی، نماز شب شما را به الله نزدیک می سازد. و یقین بدانید به یک پادشاه عادی در روز دنیا، ببخشید در حیات دنیا، به یک پرزیدنت شما اگر نزدیک باشید تقریبا مشکلی های دنیویتان نمیماند، همش را او حل میکند چون قدرت در دستش است. و چی گمان دارد وقتی ما نزدیک شویم به الله یگانه، آنه که شاه شاهان است و تمامی ملکوت السماوات و الارض در دست او هست، در این وقت شما اصلا خور نمی شوید. الله پیامبر میگویند، پیامبر الله قربتون الی الله تعالی، این نماز شما را نزدیک میکند به الله تعالی. و در دوامش میگن و منحتون عن الذنوب، و شما رو از گناه ها باز میدارد. آنهایی که شکایت دارد که من به نفس خود زوری کرده نمیتوانم، من به شیطان غلبه کرده نمیتوانم، پیامبر میگن آنهایی که قیام اللیل میخوانند، همین نمازی که نصفه شب به خاطر الله خسته میخوانند، آنها را از گناه دور میکنند. و در دوامش میگن تکفیرون للسیئات، و این گناه های کوچک کرده شما را نمازهای شب شما همش را کفاره میکند، یعنی پاکیزه میکند. در دوامش میگن و مطردتون للداء عن الجسد، و بیماری ها را از جسم شما دور میکند. یعنی آنهایی که از درد سر و از 1001 دردهای جسمانی شکایت دارند، یقین بدانند، حدیث پیامبر است، وقتی به خاطر الله نصفه های شب نماز تهجد میخوانند بیماری ها از بدن آنها دور می شود. پس عزیزان، این نمازی که این همه فضیلت دارد، این همه برکات دارد، چی در رمضان چی در غیر رمضان باید بخوانیم. حداقل 2 رکعت باشد، حداقل 2 رکعت باشد، نیم ساعت پیش از نماز بامداد برخسته می توانیم بخوانیم، یا 1 ساعت پیش از نماز بامداد برخسته می توانیم بخوانیم. چرا ما فقط نماز تهجد رو برای رمضان بکنیم و در غیر رمضان نخوانیم؟ از این همه خیر دنیا و آخرت، هم خود را هم دیگر از رضاگی پروردگار دور باشیم.